در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 55 ناحیه شاهمنسوری شهر دوشنبه سمینار مشورتی آموزشی دستوردهی برای راهبرانی سازمان خوانندگان مؤسسه های تعلیمی پایتخت برگزار گردید. در چارابینی مذکور مسئولان ساحه معارف ناحیه شاهمنسور و راهبران سازمان های خوانندگان مؤسسه های تعلیمی حدود ناحیه اشتراک داشتند. در تدبیر مذکور دایر به مقصد و هدفهای سازمان خوانندگان در دوران استقلالیت معلومات داده شد. در مشورت قید گردید که سازمان خوانندگان زاده دوران استقلالیت می باشد. سازمان مذکور از 3 زینه عبارت می باشد، از جمله زینه اختران، وارثان سامانیان و سامانیان را در بر می گیرد. در زینه اختران خوانندگان صنف‌های 1 تا 4 اعضا شده می توانند. در زینه وارثان سامانیان باشد خوانندگان صنف‌های 5 تا 9 اعضا می شوند. زینه سامانیان سازمان خوانندگان صنف‌های 10 تا 11 را در هیئت خود اعضا می نماید. امروز در مؤسسه تحصیلات لاوگی ناحیه شاهمنسور سمینار مشورتی آموزشی و دستوردهی برای راهبران سازمان خوانندگان مؤسسه تعلیمی ناحیه شاهمنسور تشکیل و برگزار گردید. مقصد از برگزاری سمینار مشورت این پیش از همه توصیه دادن راهبران سازمان خوانندگان مؤسسه تعلیمی شهر ناحیه شاهمنسور در فعالیت کاری خود که از جمله در سال تحصیلی 2021-2022 آنها طبق عناوین نشاندادهای طبق نقشه چارابینی‌های وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان تصدیق گردیده است از روی آن عمل کنند و نقشه کاری خود و نقشه کاری در زمینه‌هایی که در سمت سازمان خوانندگان هست از جمله زمینه اختران، وارثان سامانیان و سامانیان تشکیل و برگزار نمایند. اینچنین در مشورت نام برده برای اشتراکداران دایر به مقصد و هدفهای زینه‌های سازمان خوانندگان مفصل معلومات داده شد. از جمله قید کرده شد که سازمان مذکور با مقصد بلند برداشتن حس افتخار ملی جلب خوانندگان به دانش اندازی تأسیس یافته است. همزمان در فرجام چارابینی به یک زمره سوال و پرسش‌های اشتراکداران مسئولین جواب‌های مشخص و صحیح دادند.